خب حمید جان خیلی خوش اومدی. مرسی. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی قربونت. خبری نیست. داداش دیگه تعارف نکنی، اینجا خونه خودته. میوه بفرما. دست درد نکنه. پرتقال بخور. سلام. خوب هستی؟ مامان این همون رفیقم حمیده که راجبش میگفتم پسر خوبیه و اینا. تو هم مامانتو اذیت میکنی؟ راستش مامان شروع نکن زشته. مامان بی زحمت 2 تا چای میریزی؟ چی؟ نه تو زحمت نیفتی. شوخی کردم جلیل جان. بفرما میوه بخور. اسمش حمیده مامان جان. مامانم کلا شوخه. سلام مخلصم. سلام. بشین بلند نشو. بابا نیم ساعت اون تو چیکار میکنی؟ خیلی پر بودم بابا جان، گیر کرده بود در نمی اومد. یه مدفوع انقدی گیر کرده بود اندازه همین پرتقاله که رفیقت داره میخوره.